سجاد بازگیر، مجید عیدی، میلاد جهانی، محمود مطلقزاده، محمد صادق بارانی، مهران احمدی، مهدی مومنی و محمد قادری. 11 بازیکن تیم ملوان رو تو این بازی. احمدی میندازه تو عمق دفاع فولاد، فرصت برای ملوان. مومنی ضربش رو میزنه اما بین راه روی توپ اثر میذاره سینا شاه عباسی و نمیذاره. دخالت میکنه سینا شاه عباسی، داور اعتقادی به خطا نداره. مهران احمدی ضربه رو میزنه و توپی که کریستوفر کنت. بازم سرزنهای فولاد خوزستان جلو اومدن، دستور میده ضربه کرنر زده بشه. آبشک میریزه روی دروازه، موقعیت برای تیم فولاد و توپ رو روی خط دروازه بیرون میکشن. 0-0 مساویه. این لحظه است که این ضربه سر رو زدن و مجید عیدی ضربه سر ناقصی به توپ میزنه. سجاد بازگیر یه پاس خیلی خوب رو میندازه برای میلاد جهانی. میلاد جهانی پا به توپ حرکت میکنه، با سری بالا میفرسته روی دروازه. موقعیت برای تیم ملوان و مهدی مومنیه که دروازه تیم فولاد رو باز میکنه. روی ارسال تماشایی میلاد جهانی و ضربه سر مهدی مومنی دروازه تیم فولاد باز میشه. فولاد در 10 بازی گذشته در جریان بازی فقط 1 گل خورده بود، اون هم از روی نقطه پنالتی، و این بار ملوان کار بزرگی رو انجام میده و دروازه کریستوفر کنت رو باز میکنه تا 5مین بازی نتونه کلین شیت کنه. فولاد خوزستان 0. نگاه کنید این ضربه سری که مهدی مومنی زد و پس از برخورد به سینا شاه عباسی درون دروازه قرار گرفت. از نمای مقابل هم گل ملوان رو ببینید. کریستوفر کنت یه لحظه همه چیز رو گم کرد. واقعا ارسال تماشایی و دیدنی رو داشت. ملوان 1-0 در مقابل فولاد جلو هست و باز هم داره حمله میکنه از سمت راست. مهدی مومنی، موسی کولیبالی، موقعیت برای ملوان و گل. باز هم گل دوم رو میزنن ملوان و مهران احمدی این کار رو انجام میده. موسی کولیبالی دفع ناقصی انجام داد و حی حاضر مهران احمدی دروازه تیم فولاد خوزستان رو باز میکنه. خیلی خوب بازی کردن، خیلی ضرب به توپ زدن تا رسیدن به محوطه جریمه فولاد. موسی کولیبالی و ضربه‌ای که به زیبایی زد مهران احمدی. با هم دیگه ببینید دفع ناقصی که انجام شد. مهران احمدی از راه رسید و با حضور سریع و ناگهانی خودش بغل پای فنی رو زد و کریستوفر کنت رو برای بار دوم مغلوب کرد. با هم دیگه ببینید قفس توری فولاد چگونه به لرزه در اومد. انجام داده قادری داخل محوطه جریمه، موقعیت برای ملوان و ضربه زاویه مخالفی که میتونست بزنه قادری اما زد به جایی که کریستوفر کنت بود. با هم دیگه ببینید با پای راست خواست شاید ضربه سری که قربانی زد. ایمان صادقی به استقبال توپ میره، خود ساسان انصاری توپ نگه میداره، پاس رو بیرون، موقعیت برای بوهمدون و ضربه‌ای که درون دروازه فولاد قرار میگیره. صحنه آسته گل رو ببینیم با بیرون پای راست توپ سرگردان پشت محوطه جریمه رو به این شکل درون دروازه قرار میده. خیلی پرقدرت زد، خطرناک باشه. مجید عینی، خود عیدی توپ در اختیار داره، 1 در مقابل 1. عیدی به عرض میزنه، موقعیت برای ملوان. عیدی ضربه زیبا و گل. عجب گلی میزنه عیدی و دروازه تیم فولاد خوزستان رو برای بار 3 باز میکنه. تا به اینجای کار در رقابت لیگ برتر توسط ملوان رقم خورده. این حرکت ارزی که عیدی انجام داد و مات کرد سینا شاه عباسی رو و در یک مسافه تک به تک نتونست از پس بازیکن ملوان بر بیاد کریستوفر کنت و اختلاف به عدد 2 رسید رو سر توپ تماشایی مجید عیدی و ضربه‌ای که به زاویه دورتر زد و دروازه باز شد. یکی از گل‌های زیبای این فصل رو با هم دیگه می‌بینیم از نماهای مختلف. ضربه کرنر رو میزنه به تیر 1 هم میزنه، موقعیت باز هم برای ملوان. دستشو میاد به فکر ضد حمله باشن، یه بار دیگه تو ریخته میشه روی دروازه. موقعیت برای تیم فولاد خوزستان. عجب تکلی رو میزنه عیدی، فوق‌العاده بوده تو این بازی. عیدی یه بار دیگه بوهمدون میریزه روی دروازه و ایمان صادقی توپ رو در اختیار میگیره. خطا رو هم باز هم برای علی قربانی، ضربه سر رو میزنه. عیدی دخالت میکنه، خود علی قربانی. موقعیت برای تیم فولاد، یه سیو تحسین برانگیز رو نشون میده ایمان صادقی و دروازه رو نجات میده. فراری که زاهر کاظمیانی کرد زیاد بود. نگاه کنید توپی که اتفاقی رسید به
ساسان انصاری 2 قدمی دروازه واکنش فوق‌العاده‌ای رو انجام داد. ایمان صادقی یه باری که سعید آقای توپ در اختیار داره، پاس رو به بیرون، کوشکی رو سر توپ میزنه، خود کوشکی با پاچه میریزه روی دروازه، جهانی میاد به خط دفاعیش کمک میکنه و توپ رو برمیگردونه. همچنان منتظره تا توپی رو دروازه بیاد تا بتونه از قدرت سرزنی خودش استفاده بکنه. پاتوسی میریزه روی دروازه، موقعیت برای فولاد دهان دروازه. ببینیم نتیجه این حمله بازیکنان فولاد چی میشه و توپی که وارد دروازه نشد بهتر نشون میده این پاس پاتوسی داخل محوطه جریمه. هر کسی از راه رسید یه ضربه به توپ زد و در نهایت تو این کش و قوس و این مخمسه‌ای که اونجا پیش اومده بود بازم ایدیه که از راه رسید و توپ رو دور کرد. کار تیم فولاد رو سخت کردن و 3 امتیاز ارزشمند این بازی رو مازیار زاره و تیمش میگیره. سوت پایان بازی هم به صدا در میاد. در یک نبرد حساس و نفسگیر مازیار زاره 3-1 تیم جواد نکونام رو شکست میده.